سلام دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال آموزشی ما. امروز درسی 47 است از سلسله درس های انگلیسی در 99 روز. Hello dear friends, welcome to our channel. Today 47th lesson from English 99 days. Today we will take phrases or 100 English phrases for tourists part 1. امروز ما و شما عباره های را میگیریم، انیکترش عباره ها یا همون 100 عباره زبان انگلیسی برای سیاحان. 100 عباره انگلیسی برای سیاحان یا همون توریست ها مثلا. خب توریست در زبان انگلیسی توریست، در زبان روسی توریست می شود. در زبان ما و شما تاجیکان سیاح میگویند. سیاح، توریست، سیاحان. خب و این چگونه که گفتیم 100 عباره انگلیسی بخش یکم است امروز و در هر یک درس 10 عباره میگیریم، یعنی به همین طریق این را به 10 بخش تقسیم نموده. خب می رویم. Let's go. خب اولین عباره که برای سیاحان لازم است. خب دیگر این عباره را بسیاری از شما میدونین، اما دانسته باشد که این 100 عباره که در اینجا ما برای شما پیشکش می نماییم، اگر کسی که همین 100 عباره را از یاد کرد، تصور کنند که 50% گپزنیش وقتی که همچون سیاح به یک کشور سفر میکند 50% گپزنیش الکی بگیم که پیشش شده می شود و برای 50% دیگرش باید که موضوعی که اون به اونجا سفر میکند و کدام موضوع ها روبرو میشود اونها را زیادتر دقت دهند. اما این 100 عباره در شکل عمومی، در شکل یعنی عامتا میاریم، به همین خاطر یعنی گلچین کرده از همه مهمترین، از همه پرکاربردترین عباره هایی که برای سیاحان به کار برده می شود همونها را پیشکشی شما می نمایم. و اولین کلمه که برای سیاحان لازم می شود این همین کلمه hello است. hello اولین کلمه، یعنی و هر کجایی که می رویم hello. خب پیشکی هم در چندین درس این کلمه تکرار شدگی هست و در جای این کلمه می توانیم hi نیز استفاده کنیم. hi، hello، hi. خب یک نفری که برای ما و شما سلام داد گفت که hello، خب از روی احترام ما باید بگیم که hello. اما وقتی که به یک نفر بگیم از خود خورد یا که همچون بین رفیقا استفاده می شود، دیگر hi استفاده کرده می توانیم. خب دویم کلمه این goodbye، یعنی سلام دادن و وقتی که خیر و خوش میکنیم چگونه خیر و خوش میکنیم، یعنی goodbye. خب از همین کلمه، یعنی این کلمه های هستند که زیادتر استفاده میشد. البته دیگر کلمه هم هست، یعنی با جای goodbye ما میتونیم بگیم bye bye، see you later، see you next holiday or see you next month، see you next day or see you tomorrow. یعنی کلمه ها زیاد هستند، اما چگونه گفتیم در اول تکرار هم شود، یعنی ما گلچین کرده کلمه های مهم رو جدا کرده هستیم. خب goodbye یعنی خیر، خداحافظ. و سلامی پگاهی، وقتی ما در اون مهمانخانه باشیم، وقتی که سحر میبرویم با اونجا رفتنی هستیم و هر کسی که از پیش میبینیم یا که همون مسئول پذیرش رو میبینیم، ریسپشنیست، میگیم good morning. خب good morning یعنی صبح بخیر، سلامی پگاهی، صبح بخیر. و اگر بعد از نصف روزی باشد، بعد از ساعت 12 اون طرف باشد، میگیم good afternoon. سلامی بعد از نصف روزی.
و اگر برگشتیم اومدیم به همون مهمانخانه یا در شام هر کسی را که دیدیم میگیم که good evening good evening good evening good evening. خب و کلمه دیگر این please 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 یعنی لطفاً لطفاً می شود. این please به اون معنی که در زبان روسی هست پژالسته. خب در زبان روسی پژالسته هم به دو معنا میاد، یعنی خواهش میکنم به معنای خواهش کردن هم می شود، لطفاً هم می شود، به معنای نمیارزد می شود. یعنی خب در زبان انگلیسی وقتی که یک نفر میگه که thank you ما please گفتن نمیتونه، چون در زبان انگلیسی روسی هست پژالسته. در زبان انگلیسی میگم که you're welcome you're welcome you're welcome. خب وقتی که خب please این به معنای همون خواهش کردن است، لطفاً. please how old are you یعنی لطفاً چند ساله ای. please what's your name لطفاً نام شما چیست، یعنی یک کمی با آداب‌تر، یعنی یک رسمی تر برای استفاده کردن یعنی please. یا که مثلا میگیم یا اون چیز را اگر خواهش کردنی باشیم میگیم could you tell me where is the restaurant، مثلا طرفخانه در کجا است. بعدا این فکر میکند یعنی اگر گفتنی نباشد مثلا میگیم please tell me لطفاً به من بگو خبر ده مثلا. please یعنی لطفاً خواهش میکنم. و thank you نیز یکی از کلمه های یکی از عباره هایی که زیاد استفاده می شود. خب هر یک نفری که برای ما و شما یک کاری خوب انجام میدهد در جواب میگیم که thank you. خب دیگر کلمه ها نیز هست، می توانیم از کلمه thanks نیز استفاده کنیم. thanks و کلمه مثلا thank you very much، عباره thank you very much، thank you so much، thanks a lot. خوب به همین طرز. و کلمه sorry یعنی ببخشید، معذرت میخوام. sorry شرط نیست مثلا که از ما و شما یک خطاگی رخ داده باشد و بعدا بخشش بپرسیم میگن که میبخشید. sorry در همه حالت به کار برده میشود. مثلا در راه رفته است، در یک راهی تنگ مثلا 2 نفر یا 3 نفر ایستادگی است، میگیم در سر کتیفش میزنیم میگیم please یعنی لطفاً یک طرف بس please. یا اینکه مثلا یکون چی اگر معذرت در جای کلمه sorry please استفاده sorry مثلا sorry در سر کتیف میزنیم sorry یعنی مقصد که یک طرف است. خب یا که مثلا در بازار یا در راه رفته هستیم با یک نفر برخورد میکنیم، کتیفمون در کتیف یک نفر میزنیم میگیم sorry یا کتیف وای در ما میزنیم مثلا عیبی ما نیست عیبی وای است، همچون یک از روی آداب میگرده میگیم که sorry یعنی معذرت میخوام ببخشید، یعنی معذرت ببخشید. خب I don't understand. خب عادتا سیاح وقتی به یک کشور دیگر میرود همه چیز را نمیفهمد، یعنی شاید که یک جزئی از زبان را بفهمد میگن I don't understand یعنی من نفهمیده استم، نمیفهمم. یعنی وقتی با یک زبانی دیگر صحبت میکنم میگن من نمیفهمم. خب میتوانیم همون sorry را پیش از همین استفاده کنیم، پیش از همین عباره میگیم sorry I don't understand. خب و در جای understand میتوانیم understood استفاده کنیم. I understood یعنی من فهمیدم مثلا. خب please speak more slowly یعنی لطفاً یک کمی آهسته تر صحبت کنید. یعنی وقتی یک کس تیز گفته تیز باشین، تیز به خانه داریم و بعدا تیز برایم، تیز باید که بالای بحر بریم، یعنی وقتی که تیز گپ میزنن میگیم please speak more slowly لطفاً یک کمی آهسته تر صحبت کنید. slowly اگر یک نفر بسیار آهسته بعد گپ بزنه میگه please speak more fastly یک کمی تیزتر گپ بزن. خب این بود عباره زبانی انگلیسی برای سیاحان. اینجا رسیدیم به پایانی بخش یکم و تا درس های نوبتی موفق و مؤید و سربلند باشین. Goodbye.